سلام و درود بر شما بچه‌های گل توی خونه. ویدیوی امروز یکی از معروف ترین ایده های مستر بیسته که خیلی از یوتیوبرهای خارجی و ایرانی سعی کردن مثلشو بسازن. اینجوریه که مستر بیست میره توی فروشگاهی جایی یه دایره رو زمین میکشه و به مردم میگه که هر چیزی که بتونید بچپونید تو این دایره رو من پولشو میدم براتون میخرم. خیلی ویدیوی باحالیه. بریم این ویدیوی زیبا رو با دوبله جذاب فارسی با هم ببینیم. هر چی که بتونی تو این دایره جا بدی من پولشو میدم. واقعا؟ آره میبینم با 2 تا پلی استیشن شروع کردی. آره؟ دیگه چی میخوای؟ این چیز خفنیه ولی واسه خودم نیست. این دایناسوره؟ آره واسه مریض میخوام. باشه. قبل اینکه بازم چیز جمع کنم باید یه امتحانی آه میبینم داری عمودی میچینی. نخوری به نوار قرمزه. داش حواست باشه به خط بخوری باختی تموم شده رفته. باشه. آفرین. چند لر انتخاب با خودته. میتونی به همینا رضایت بدی یا میتونی بازم اضافه کنی. اضافه میکنم. یه نینتندو بسه؟ آره. 2 تا بهتره. خوبه. بازم میخوای؟ آره از قدیم گفتن تا 4 نشه بازی نشه. از کی تا اینقدر بامزه شده؟ مطمئنی میتونی تو دایره جاشون بدی؟ آره. احتمالاً باید یکم جابجاشون کنی. خب پس برو بریم. به نظر چندلر دیگه چی بخره خوبه؟ این تلویزیون رو بخره خوبه؟ آره. باید بخری. خب چندلر جان این طرفش که پره اون طرفش هنوز جا هست؟ آره بابا تا دلت بخواد جا هست. موف باشه کوف باشه. اگه هر کدومشون بخورن به این خط قرمزه باید همه رو بذاره سر جاش. بفرمایینم شما بزن. آفرین. اوه چه میلرزه. یه حسی بهم میگه اینا قراره داستان بشه. ای وای. ایشالله همش بریزه پایین. دارم برات میلیمتری میچینم. باریکلا. میخوای آخرشو تو بذاری؟ لطفا بذارش رو دایره قرمزه. خب اینم از این. تبریک میگم هر چی که تو دایره گذاشتی و من برات میخرم. واسه تو رفیق. ممنونم. این تایلره. تایلر جان هر چی که بتونی بچپونی تو این دایره من برات حساب میکنم. این که مستطیله. چون این میزه. یعنی دایره زیرشه؟ بله. این یه اکشن فیگور انیمه‌ای خیلی باحاله. باید بگیریش. ولی من چشمم اونو گرفته. از اولم اینو میخواستم. خیلی خوب. میگم دایرهش از این بزرگه. بزرگتر خب تایلر باشه. جان هنوز میخوای بیشتر برداری؟ آره تموم نشده. اینا تو کلیپ آخره مستر بیست دیدی. یعنی واقعا فکر میکنی این تو دایره جا بشه؟ امیدوارم. باشه خواهیم دید. بچه این عمرن تو دایره جا بشه رسما خودشو بازوند. حاجی این ناموس سپره برش میدارم. فکر کنم دیگه بس. یه عالمه خرت و پرت اینجاست که حدوداً $10,000 قیمته. همشو میبرم. حالا ببین. خب بیاد میزو خالی کنیم و دایره‌شو نشونش بدیم. یکم استرس حاضری گرفتم. ببینی که تا قبلش استرس دایره نداشتم. چقدر بزرگه؟ آره فکر کنم. خب در واقع دایره نیست مستطیله. وای خدا. ولی فکر کنم بشو. اگه بذاریمش رو زمین تعادلش بهتر همشو میشه. باید تو این مستطیل جا بدی. آره این قطعا اندازه است. بچه‌ها نزدیک بخوره به خط قرمزه. درستش کن. اوکی درست شد. میتونی از خط قرمز رد بشی به شرط اینکه بهش نخوری. چطوری میخوای بذاریش؟ با مولگه مرد. آروم. باید بکنینش تو سوراخه. هی، بچه‌ها آروم. آروم الان میریزه. کسی بهش نخورده؟ ندادش نترس. خیلی خوب زود باشین. آروم. تایلر هنوز کلی چیز میز داری جا بدی. من گرفتمش بیار. دارم سکته رو میزنم. فکر نمی‌کردم انقدر پیش برم. داداش در جریانی که اگه بیفته باختی. تو روحت داری میترسونی. این سپر کاپیتان آمریکا رو هم می‌خواستی آره؟ آی نه. بابا عمرن این جواب بده. وای خیلی خوب. خب انگار هنوز تو مستطیلن. ببینم تموم همشو شد؟ گذاشتی. سب کن. آخریشه؟ آره. تموم شد. 1 2 آره. باریکلا. ردش کن بیا پسر. خب همونطور که میبینید کوهی از اسباب بازی‌ها رو تونست جا بده توی مستطیل. بهم چقدر امیدوار بودی. واقعیتشو بخوای هیچی تقریبا حاضر بودم شرط ببندم که حتما میبازی. همشو لازم دارم. آره حتما زندگی اصلا بدون اون جوکره نمیشه. خب اینجا هایپرمارکته و 2 نفر اینجان که رستوران خیریه دارن. این یه دایره بزرگه و اونا میتونن غذای چند وقت خیریه‌شون رو تامین کنن. من مدیرم و ایشون حسابدار من. ما این زیر یه دایره داریم که همونطور که میبینید به خوبی مخفی شده و هیچکس نمیتونه ببینتش. بچه این دفعه چون کار خیریه بود جیمی به طور غیر رسمی دایره رو بهشون نشون داد که راحت تر بتونن مسابقه بدن. هیچکس نمیتونه ببینتش. هر چیزی که بتونید تو این دایره بچپونید پولش با ما حتی شده کل یه فروشگاهو بخریم پس راحت باشید. اون احساساتی شده. ما تنها خیریه شهریم. پارسال تقریبا 35,000 وعده غذا دادیم. درست هر میگم؟ روز به 240 نفر غذا میدیم اونم بی وقفه. خب بیایید فعلا خرید درست. کنیم احساسات آره، باشه واسه بهتره آخر بریم. کار. این کار مداومه. ما حدود 75 داوطلب داریم و من حس میکنم این وظیفه منه که مردم رو سیر کنم و مطمئن بشم که کسی گرسنه نمیشه. ما جک برقی داریم پس میتونیم کلا این بطریای آبو ورداریم ببریم. خیلی گریه ممنونم. نکن بابا تازه شروع کردیم. تازه آخر کار واسهشون یه سورپرایز خفن هم دارم تا آخر ببینید. رب و نگاه تبرکه. مبارکه. ممنون. نمیدونم چی بگم. زبونم بند اومده. واقعا فوق‌العاده است.
بذارش. ما یه عالمه خوراکی اون طرف داریم، یه عالمه چرخ دستی هم این طرف. به نظرتون میتونید همه رو تو دایره جا بدید؟ ما نهایت سعیمونو میکنیم. خب بیاید از دایره رونمایی کنیم. وای چه دایره ای! همه چیز جا میشه، حتی لازم نیست از چرخا بیاریمشون بیرون. چند لرون چرخ آخری هم بیا. اوا جا نمیشه که. وای نه. کریس جان داری چی کار میکنی؟ هیچی. اینم از اوا دایره به طور جادویی بزرگ شد. خیر و برکت. باید این اشکا رو پاک کنم. هنوز واسه گریه زوده، چون یه سورپرایز دیگه هم براتون دارم. اینم یه چک $20,000 واسه رستوران وای خدا. خیریتون. اصلا انتظارشو نداشتم. آخر یکی از ویدیوها قول دادم که 20,000 تا به یه خیریه خوراکی کمک میکنم. خیلی خوبه. مرد و حرفش. خیلی ممنون. ممنونم عزیزم. ای خدا. خیلی تا حالا همچین کمک بزرگی به ما نشده بود. هیچ جوره نمیشه جبرانش کرد. این 1 سالمونو ساخت. ما اینجا یه دایره گنده دیگه داریم و من این تابلو رو میذارم اینجا. نوشته تو دایره بمون $100 ببر. 10 دقیقه زمان میگیرم و میرم قایم میشم ببینم کسی میاد توش یا نه. یه چند نفر دارن رد میشن. به چپ گرفتن. ببینیم دختره میره یا نه. نه نرم. هو نگاه کن یکی داره میره انگار سمتش. توجه چند نفر جلب شد. کاش میفهمیدیم چی میگن. چرت و پرته. ضرر که نداره. آره وایسین ببینیم یعنی اگه تا وقتی که تایمر صفر بشه تو دایره بمونیم نفری $100 میگیریم. آره. اون وقت بعدش قراره باهامون چیکار کنیم؟ میریزن سرم. $100 وای بهمون میدن. چقدر آدم جمع شد. وای شده این صف باورم نظری. نمیشه قبول این باشه همه داداشا. آدم جمع شدن. تله انسانی ساختیم. میدونی الان چی حال میده؟ این که یهو ول کنیم بریم. چندلر یه بسته پول برای تو، کریس یه بسته پولم دست تو. کمک کنید بریم پولاشونو بدیم. به هر نفر چقدر میرسه؟ همونقدر که رو تابلو نوشتم. نخوندمش. باورم نمیشه شما تو دایره موندید. نفری $100 تقدیم همتون میکنی. مرسی که تو دایره موندید. جدی بیا عزیزم. داد. دمت گرم داداش، بیا بغلم. مرسی. میشه یه عکس با هم آره بگیریم؟ چرا که نه؟ فکر کردم سرکاری ولی آره اینم من واسم مهم نبود چون ریسک به ریواردش میارزید. جالب بود اولش که دایره خالی بود هیچ کس حاضر نبود بره، ولی وقتی 2-3 نفر رفتن کم کم بقیه هم اعتماد کردن و رفتن تو. این اون وجه اجتماعی انسان رو نشون میده. چون ریسک به ریواردش میارزید. نفر بعدی چندلره و چون یه بار برده این بار یه دایره کوچیک بهش میدیم. میخوای من بکشم؟ آره اینو ببینه یه سکته ناقص میزنه. این مثلث از دستم هم کوچیک‌تره. خب چندلر یه جان. دایره گنده واسط گذاشتیم، حالشو ببر. اینو برمیدارم. این $400 پولشه. یه دونه از اینا هم میخوای؟ چون لازمت اصرار میشه. میکنی اینم برمیدارم. یه آجر. $30 واسه یه آجر؟ خیلی خوبه، از این واسه خواهرم هم بردن. اینم یه کیف لوی ویتون $18,000. خوبه. میدونم دوستش داری. چون اصرار میکنی؟ اینجا رو ببین، چه کفش خوبیه. چطوره اینم برداریم؟ چندلر یه صورتی $500 برداشت و یه سبز $570. میگم اینا چرا انقدر گرونن چندلر؟ چون به حساب تو هم. به نظر دایرت چقدر بزرگه؟ دلم میخواد خیلی چیزا بردارم ولی میترسم خیلی کوچیک باشه. چندلر شنیدم مثلث دوست داری. مربع و دایره بهتره. مثلث هم باحاله. مثل پیتزا. پیتزا؟ آره پیتزا. فکر کن یه تیکه پیتزاه. مثلثت اینقدره. خب تو یه کفش $1,000، خرس 250 تایی، سیم چین، یه مجسمه $400، آجر $30 و یه کیف $2,000 داری. تا اینجا اوکی؟ پیتزا تو در بیار. ببینم شما از کجا پیتزا میگیرین؟ مغازه بچه ها؟ هیچ کدوم که جا نمیشه. خب با این کیف کوچولو شروع کن. باید بتونی همه چی رو یه جوری رو اون کیف جا بدی. خب تا اینجا یه کیف کوچولو داری و یه دونه آجر. اگه من بودم اول آجر رو میذاشتم. خب تو نیستی پس حرف نزن. نظرت چیه همه چی رو بچپونی تو این کیفه و بذاریش روی آجره؟ تقریبا همه چی. آره خیلی خوب. آروم. برو آروم. بابا عمرم الان بتونی. میفته، به خدا میفته. چندلر مواظب باید باش. خیلی با دقت اینا رو بزن. زور نزن بابا نمیشه. پسر عرقم داره در میاد. ای وای. ای وای. داره لنگ میزنه. خیلی خوب بریم از اول. خیلی خوب بذار خودش انجام بده. دست خودتو میبوسه داداش. خب دوباره میخوای کیف رو امتحان کنی؟ آره بریم تو کارش. نگو وحشی، جنبه باخت داشته باش. الان خیلی ناراحتم، باید خودم پول بدم. باید بهت اطلاع بدم که اون پیتزای ایده کریس بود. والا آخه چرا با هم این کارو خب کردی؟ مسابقه است. بیاین همدیگه رو بغل کنیم. فقط پاچه نگیر میزنه. خب بریم سراغ نفر بعدی. واسه این یکی فروشگاه ما یه دایره گنده لازم داریم چون اومدیم مبل فروشی و مبلا گندن.
ایشون آقای جانه و امروز قراره مبل بخره. شنیدم خونتون توی سیل آسیب دیده. بعد از سیل اومدیم خونه. وقتی رفتیم داخل دیدیم که تقریبا تا سقف آب گرفته و همه چیز خراب شد. ما یه دایره گنده گذاشتیم اونجا و هر مبلی که بتونید بچپونید توشو ما حساب میکنیم. چپوندن از شما، حساب کردن از ما. میتونید هر چی دلتون خواست رو بیارید توی این دایره. خدا بده این برکت. تخته رو میخواین؟ آره با اون چراغا. خیلی خوب، بدون اضافه گویی ببریدش. این واسه آشپزخونه، اونم آقا واسه بشقابا هم ناخن. اشانتیون میدید؟ فقط به خاطر شما اینا رو بهتون میدیم. اینجوری تخفیف میگیرن. نمیدونی چقدر خوشحالم. به خدا اگه بدونم چه خبره. تا اینجاش که خوب پر شده. بازم وسیله آوردن. ایشالله که خیره. این تختیه که میخوای؟ بله آقا. به یه شرط بهت میدمش. باید روش دراز بکشی. بیا کنار من لش کن. میدونی قیمتش چقدره؟ چقدر؟ $3000. ای وای، ورشکست شدم. رفت تا اینجاش 100,000 تا خرج کرد. یعنی اگه یه نفر باشه که از اون زن و مردی که دارن خرید میکنن خوشحال تر باشه، صاحب فروشگاهه. خوشگل داره همه جنساشو دلا پنا میکنه تو پاچه مستر بیس. ای وای، ورشکست شدم. رفت تا اینجاش 100,000 تا خرج کردی. اشکال نداره، شما سابسکرایب کنید اوکیه. چه حالی میده. نزدیک خط شده ولی بهش نخورده. بذار ببینم خوبه. خب دایره دیگه علنا پر شده. هنوز جا داره. جهاز خونتون کامل شد. جا برای یه چیز دیگه است. گفتید کاناپه میخواید؟ آره کاناپه. خیلی خب، ببینیم جا میشه. آروم تکونش بدین. بیارش این بر بیار. با اینکه به نظر نمیاد تو دایره باشه، ولی اون چرخای زیرش در واقع توی دایره. پس این کاناپه هم حساب میشه. واقعا خوشحالم. خیلی هیجان زدم ولی دیگه گریه نمی کنم. خدا به زندگی همتون امیدوارم هرچی از خدا میخوایم بهتون بده. جهاز جدیدتون مبارک ها باشه. امیدوارم راضی شده باشید. نشدم. میشه بازم بردارم؟ چرا که میتونید بار بزنید و ببرید خونتون. با این مبلی که آخر کار اضافه شد، مجموعاً $30,000 پیاده شدم. فکر کنم دایره یکم زیادی گنده بود. ما توی فروشگاه جدیدیم با یه خانواده دیگه. میخوام این دایره رو تو بکشی. حواست باشه اگه ببازن حال هممون بد میشه. پس با علم بر این دایره رو بکش لطفا. ما یه 5 زیله کشیدیم. به اندازه کافی جا داره. دمت گرم. ما اینجا خانواده والکرسون داریم و یه دایره زیر اینا قایم کردیم. هر چیزی که بتونید تو این دایره بچپونید و ما پولشو میدیم. واقعا از خدا شاکرم که این فرصت رو بهم داد. ازش ممنونم. این ماساژور پای. گفته بودی پا درد میکنن. آره بذارمش تو دایره. لطف می‌کنی، خیلی خوب. ممنون. جعبش یکم بزرگه. امیدوارم جا بشه. مسواک $100 نمیخواین؟ مسواک $100. 4 تا براتون برداشتم. پول غرقی آره. تا وقتی تو دایره جا بشه قیمتش مهم نیست. این خانواده مطمئنا کمک لازمن. برو زوزنقتو بزرگتر کن تا جایی که میتونی. هرچی بزرگتر بهتر. 4 تا از به اینا. نظر من که همشو ببریم. اینم حرفیه. ممنون. مثل بابا نوئل هدیه میده. ای کریستو گفتی این مخلوط کنای نینجایی بردارن. لاک پشت فنی. وای خوب تیکی بود. من برم این سر به چندلر بزنم. باشه. تونستی بزرگش کنی یا نه؟ باریکلا. هنوز یکم فضای آزاد اینجا داریم. نظر چیه بزرگترش کنی؟ چون اگه اونا ببازن بچه‌ها تو کامنت ها پارت میکنن. فکر میکنی دایرتون چقدر بزرگ باشه؟ شک دارم خیلی بزرگ باشه. باید همه چی رو بچپونیم. لطف خدا بود. دیگه بریده بودم. باید برم کلیسا. در واقع ما هم همینجوری باهاتون ارتباط گرفتیم. کشیش محلتون معرفیتون کرد. تازه گفت ماشینم ندارید. درسته؟ ماشینمون خراب. چندلر دستم تو دامن دیگه. ماشینم لازم داریم. 10,000 تا بهم قرض بدید. ترتیبشو میدم. سلام این علیکم. تلفن نیست. پس چیه؟ نابودی خودکار فعال شد. چون ویدیوی خودم میرم پول جور باشه میکنم. تاثیرگذار. اونا 11 تا چرخ کامل پر کردن. امیدوارم جا بشه. بریم از دایره رونمایی کنیم. اون خط قرمزی که اونجاست خدای من. خب اگه همشون این تو جا بشن ما پولشو میدیم. از بزرگیش راضی هستی؟ خدا خیرتون بده. آره خیلی بزرگ. 13 تا چرخ دستی پر از وسیله داریم. نکنه میخوای دوباره گریه کنی. خب اینم از این. به محض این که ببریش تو دایره همه اینا میشه مال شما. اینم از این. هزینه همه اینا رو ما پرداخت میکنیم. و اینکه یادم گفتی که هزینه بیمارستان داری و ماشینم نداری. اینم یه چک $10,000. شوخی میکنی؟ هر چی دلت میخواد بخر. چی؟ وای خدا جون. خدا معلومه که جدیه. وای خدای من. باورم نمیشه. تا هیچکی اینجوری دستمو نگرفته بود. یه اون سختی کشیدم. به خدا الان سکته میکنم. یا میخوام بغلت کنم. کاری نکردیم. وظیفه بود.
من همه عمرم سعی کردم به همه عشق و احترام بدم و این بهترین عشق و احترامیه که تو این 70 سال گرفتم. واقعا ای وای کی داره پیاز پوست میکنه. من پوست میکنم واسه نهار امروز. هیچ وقت از زندگی ناامید نشید، خدا بزرگه. میرسه. نفر بعدی اریکاست که با افراد کم توان کار میکنه. میخوای راجع به کارت بهشون بگی؟ ما با افرادی که ناتوانی رشدی و ذهنی دارن کار میکنیم و سعی میکنیم اونا رو تا حد ممکن مستقل کنیم. به نظرم بهتره دایره رو بهش نشون بدیم چون نیتش خیره دیگه. یه عدد بین 1 تا 3 بگو. 3. مهم نیست، این دایره خدمت شما. هیچی نباید این خط قرمز رو حتی لمس کن. خیلی خوب برو بریم. اریکا قراره چند تا تبلت بخره. گفتی تبلت برای چی بود؟ واسه افرادی به کار میاد که نمیتونن صحبت کنن یا صدا ندارن. یه عده به خاطر اوتیسم حرفو میفهمن ولی چیزی نمیگن. واسه همین نمیشه فهمید که چی میخوان. پس هر چی تبلت هست برمیداری. گفتی چند نفر مثل تو دارن اونجا کار میکنن؟ حداقل 50 75 یا 100 نفر. گرفتم. اینا همه تخفیف خوردن، اینا رو ببر. داداش مگه نظریه هدفون میخوام بدن؟ وایسا ببینم هنوز تو قفسه مونده چیکار دارید میکنید؟ اینجا فیت بیتس هم هست؟ 3 ردیف اونور. بچا فیت بیتس یه برند هدفون و هندزفری و اینجور چیز هاست که حالا تو خارج معروف تره. 3 ردیف اونور. یعنی تو اینا چی میتونه باشه؟ این یکی چی؟ مدرسان شهر. همش تبلیغه. خیلی از افراد تو مسواک زدن مشکل دارن چون نمیتونن درست حرکت کنن. اینا واسه اونا. چی داری اینجا؟ دمت گرم. فیت بیتزا رو ببین. با اینا کارهای بیشتری میتونن انجام بدن و عاشقش میشن. احتمالاً این چرخه تا دسته بهم فرو بره ولی چون واسه نیازمنداست اوکیه. خب بریم سراغ دایره. میترسم از دایره بزنم بیرون. خب فکر کنم ردیفه. امیدوارم جا بشه. این چه سنگینه. اینی که اینجاست خیلی نزدیکه. حتی یه انگشتم فاصله نداره. محض احتیاطی کم میارمش این برتر. ببینم این آخریشه. خب افتخار گذاشتن آخریش با خودت. مشکلی نیست. حالا باید تا 2 بشماریم. 1 2. تبریکات ویژه. پول همه اینا رو ما میدیم. ممنون رفقا، این واقعا فوق‌العاده است و مطمئنم بچه‌ها عاشقش میشن. هر کدوم از این وسایل زندگی یه نفر رو تحت تاثیر قرار میده. با این بهداشت دهانیشون تامین میشه. این هدفونا نویز گیرن و بهشون کمک میکنن کمتر بترسن و تو جامعه فعالتر بشن. هر کدوم از اینا به قدری میتونن کمک کنن که حتی تصورش هم نمی‌کنی. ممنون که باعث شدی بتونیم کمک کنیم. بریم مغازه بعدی. خب این بار شرکت کنندمون یه معلم ورزش دبیرستانه. ما این زیر یه دایره داریم و هر چیزی رو که بتونی بچپونی توش ما پولشو میدیم. قطعا دستکشی جدید میخوای. یه نگاه به کفش. داره واسه شاگرداش کفش انتخاب میکنه. استرسش بیشتر از چیزی که فکر میکردم. بریم ببینیم جا میشن یا نه. نزدیک بوده. به خط قرمز نخورده. همه چی اوکیه. اینو هم میذاریم اینجا. 2 تا چوب بیسبال مونده. این یه پایان دراماتیکه. خیلی خوب 1 2 بردی. مبارکت باشه. وای عالی بود. خب بریم پولشونو بدیم و بریم بچه‌ها رو سورپرایز کنیم. سلام برای چطوری؟ فکر کنم بچه‌ها شناختنمون. براتون یه سورپرایز باحال آوردیم. معلمتون تو چالش ما شرکت کرد و برنده شد. یا خدا احتیاط کن. یا ابوالفضل. چه باحاله. واسه بقیه هم بذاریم. میشه قبل از اینکه بریم منو چندلر یه دست بازی کنیم؟ آره چرا که نه. خب چندلر ببینم چند مرده علاجی. باریکلا. خب ورزش دیگه بسه. بریم مغازه بعدی. خب شما که در جریانید ما یه دایره داریم که اون اندازه‌شو نمیدونه و هر چی بذاره توش ما پولشو میدیم. با سشوار $400 چطوری؟ خب اینم یه ایکس باکس. از اینم میخوای؟ معلومه که میخوام. اوکی. اگه دایره رو نشون بدیم دیگه نمیتونی چیزی انتخاب کنی. بزنش کنار. اوکی. دایره رو هویدا کنی. فکر میکردم خیلی بزرگتر باشه. خب من با این شروع میکنم. حواست باشه به خط نخوری. خوبه، اینم میذارمش این بالا. ای بلا. میخواد آخرین وسیله رو بذاره. هر جور شده میخواد ببره. خیلی خوب آفرین. همه چیز تو دایره جا شد. تبریکات ویژه، برنده شدی. ممنون. اگه نمیدونید کریس قراره به زودی بابا بشه. اینجا هم فروشگاه سیسمونیه و هر چیزی که بتونی تو دایره جا بدی و ما برای فرزندت میخریم. بچه این ویدیو مال 3-4 سال پیشه تقریبا، موقعی که کریس زن و بچه داشت، قبل از اینکه اعلام کنه حالا ترنس و اون داستانایی که اکثرتون در جریانید. به عجب لباساییه. یا ابوالفضل خدا رحم کنه. این کالسکه رو میخوای؟ بله. این صندلی ماشینو چطور؟ امیدوارم این صندلی هم تو دایره و هم توی ماشینت جا بشه. عجیب نیست که یه روزی تو آینده بچه‌م این ویدیو رو ببینه. خب فرزند کریس که احتمالاً در 10 سال آینده داری این ویدیو رو میبینی، بابات میخواد بهت یه چیزی بگه. واقعا بابای خوبی داری. برادر فکر میکنه باحال است. کی تا خب بیاید میزو خالی کنیم و دایره رو نشون بدیم.
بفرمایید دایره. فکر میکردم از این بزرگتر باشه. خب بذار اول با این شروع کنیم. چیزی نمونده بود بیافته. نه خوبه تموم شد دیدی؟ هنوز جا داری. آره؟ ای جان. ای وای کریس خیلی نزدیکی، نچرخونش. رفیق به پدره میخوره بهش. 2 تا وسیله دیگه مونده؟ آره باید بذارمش بالا. اینم میخوام. ای خدا نمیدونم چرا من اینقدر استرس دارم. خب کریس این آخرین آیتمه، صندلی ماشین بچه. ببین بابا چقدر زحمت میکشه. خیلی خوب اینم آخریش. مراقب باشید. دستمو ول کنم شما هم ول کنین. آهسته. باریکلا مبارکا باشه. سیسمونی مفتی. این چالش آخر یه مقدار متفاوته. ما اینجا یه عالمه پول نقد داریم و هر چقدر که بتونی این تو جا بدی میشه مال خودت. میتونی همینجوری بذاری ولی اگه افتاد میبازی و باید بری خونت. مرگ من؟ بلی به نظرت 5000 تا میبری 6000 تا 10000 تا چطوره؟ باشه ولی احتمالاً ما تا اینجا بیاریش. خب پس میخوای تو 3 ردیف بچی. میشه تست کنم؟ خودت میدونی داش. تا اینجا شده $600. حفظ تعادل خیلی مهمه. تا الان چقدر شده؟ 1400 تا؟ آره 1400 تا 2900 و اینم 3000 تا $3000 داره میلرزه. خیلی خوب صبر کن. خوب فکراتو بکن. انصراف دادی بردی. فکر کنم باید ادامه بدی. خیلی خوب ادامه بده. 3800 تا 2 تا دیگه تا 4000 تا. خیلی خوب اینو میذارم و دیگه تمام. شاید هنوز بتونی ادامه بدی یا بذارش روی اون یکی. 5000 تا؟ میتونی بری باشه. ادامه خودت میدونی. هوا تو دارم ای ببین. وای من. خدای من دستش نزن. نترس بابا فوقش میوازی میخندی. دیگه تمومه. $5000 تمومه. همینقدر شافیه دیگه. میبرم. خیلی مبارکه. $5000 5000 تا سابسکرایب کنید همتون. راستشو بخواید این ویدیو اسپانسر نداشت و ما امروز بیشتر از $100,000 خرج کرد. پس اگه سابسکرایب کنی به ما خیلی کمک میکنه. از محتواساز مورد علاقت حمایت کن. خب رفقا مرسی که تا آخر ویدیو با من بودید. امیدوارم لذت برده باشید. اگه تازه عضو کانال شدید این ویدیوهایی که گذاشتم اینجا هم ویدیوهای جذابی هستن. میتونید برید اونا رو هم ببینید. میبینمتون.